کدومش میشنوی کدومش نمیشنوی؟ این میشنوم یه کوچولو، این نمیشنوم یه کوچولو. با کدوم گوشت میشنوی؟ این یه ریزه با این میشنوم. با کدوم گوشت نمیشنوی؟ مثلا موقع من میگم یانا نکن، با کدوم گوشت میشنوی؟ با اون گوشت که نمیشنوی. با این گوشم هیچی نمیشنوم. میدونم موقع من میگم مثلا یانا نکن، با کدومش میشنوی؟ این یکیه. با اون یکی که نمیشنوی. با این یکیه میدونم که عزیزم. میدونم منظورم اینه که با کدوم گوشت میشنوی، با کدوم گوشت نمیشنوی. این میشنوم، این نمیشنوم. مثلا من میگم که یانا دست به سگ نزن، با کدوم گوشت میشنوی؟ با این که نمیشنوی. با این که میشنوم، با این نمیشنوم. با اون نمیشنوی. آره. خب برای چی اینجا نمیشنوی با این گوشه؟ توش چیه؟ توش میگم که این گوشه یه ریزه واکس لازم داره، این خیلی زیاد واکس لازم داره. خب باید چیکار کنی؟ قطره بریزیم. دکتر باید بگه. من خودم میدونم، مازیتا دکتره. از دکتره باید بگه قطره بریزید خوب میشه. دیدی؟ قطره گوشو خوب میکنه. من بچه که بودم گوشم که قطره از قطره گوش میریزم تو گوشم وصل میشد. یعنی گوشت باز میشد؟ آره. الان این آهنگر که میشنوی از کدوم گوشت میشنوی؟ اون گوشه بسیم چپت میشه یا راسته؟ گوشه چپت میشه یا راسته؟ کدوم میشه راست؟ دست راستت کدومه؟ گوشه راستت کدومه؟ آفرین، یعنی گوشه راستت کدومه؟ گوشه چپت کدومه؟ دست راستت کدومه؟ آفرین. دست راستت کدومه؟ دست چپت؟ گوشه چپت؟ آفرین. حالا با کدوم گوشت میشنوی؟ با کدوم گوشت؟ راستم. گوشه راسته. با کدوم گوشت نمیشنوی؟ چپم. گوشه چپه. باید چه کارش کنی؟ قطره بریزیم توش. خوب میشه؟ خیلی خوب. پس ما فردا میریم قطره میخریم میریزیم. آفرین. میریزیم تو گوشی که نمیشنم.